سبحان الله، چه روز از این روز بهتر است که تو با یک روز روزه گرفتن آن همه گناه های یک سال پیش و یک سال بعدیت، وقتی که روزت به خاطر الله هست که خدایا من این روز را که تو دوست می‌داری و در نزد تو قدر دارد روزه میگیرم، گفته خالصانه آن روز را شما با عبادت سپری کردید، آن همه گناه های 2 ساله شما بخشیده می شود. و البته که دعا کردن، خواهران عزیز، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند بهترین دعایی که من و دیگر پیامبران پیش از من بوده در روز عرفه میکردند، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر است. پس بدونید که وقتی پیامبر میگن این دعا رو نه من بلکه پیامبران پیش از من بوده هم میخوندند، پس روز عرفه رو دیگر پیامبران هم گرامی میداشتند. روز عرفه فقط برای امت محمد صلی الله علیه و سلم نه، دیگر امتان هم این روز در نزدشان بزرگ بود. و